سلام علیکم، من ایهکم و این ویدیو جدیده که قرار گانهای متیک کال آف دیوتی رو از موقعی که اضافه شدن تا الان ببینیم و رتبه بندی کنیم و ببینیم که از چه قرار. اولی کیوکیمونر متیک که الان اکشن تصویر میبینید این گانه فوق‌العاده خوبه، همه متیک رو میخوره تقریبا، ولی من میدونیم رتبه خوب قرارش میدم چون به نظرم میتونست بهترم باشه. و بعدی هم اسکین 47 متیکه که اینم گردونشه، این گردونش خوبه. من خودم شخصا بکنم یه 4 باری از این گردونه زدم قبلا. گردونه واقعا خوبیه، ارزش داره، اینم که گردونه ارزشمندیه. برای این اونم 47شه. آره دیگه 47ش مثل رتبه دوله، مثل چیز قرار بدم. الان میبینید در رتبه عالی قرارش بدم. گانه واقعا خوبیه، خوشگله و تو سرشلایی که متیک اصلا بدون هیچ صحبتی رو عالی میذارم، همه میدونن تو سرشلایی چیه. و M13 این M13 واقعا M13 خوبی که آیتیما گردوناش که گسته اسرائیل هست. تو چی میخوایی دیگه؟ جدی چی میخوایی گردونه؟ از یه گردونه واقعا تو چه چیزی انتظار داری؟ این گردونه هر چی که بخوای داره. و آره دیگه M13 متیک چون خیلی فوق العاده است و اصلا کلا آره دیگه بالاخره اینم خود گانش و چون نشون میکنم چون خیلی فوق العاده و خفنه، خیلی خفنه دیگه، در رتبه عالی کنار 47 متیک و 43 کیلو سرچلایی که متیک قرار میدم. مختار این تو رتبه بالا نداشتم چون علاقه هم ملاکه، یعنی من خیلی دوستش دارم ولی نه به اندازه اون ستگانی که برای این رتبه بالاترین انتخاب میکنم. گان بعدی اودن متیک که خودم 5 بار ازش زدم، گان فوق العاده ایه و این همه تیکا رو داره و تیکی که از همه مهمتره رو هم داره که میتونه در بالاترین رتبه، یعنی رتبه‌ای که واقعا اصلا بنازم میتونه تو رتبه قرار بگیره. رایتی کیمار واقعا به نظرم باید توی متوسط باشه چون اسنایپر متیک نمیخوره باشه، میخوره لژند باشه، ولی من به خاطر اینکه خیلی طرفدارم داره میذارمش توی بخش خوب. حالا MG42 که گان فشاریه من میذارمش خوب، ولی کلا گان خوبیه، من میذارمش رتبه خوب. اصلا ببین واقعا واکنش من به اکتیویژن واقعا اینه که تو خراب کردی همه چیزو خودت. واقعا این گان فقط اسمش متیکه، هیچ فرقی با گان معمولی نداره. مثلا لژندش خیلی بهتر از این گانه. آروم سایت نداره، صدا تیرش شاید فرق کنه، فقط شاید قیافش فقط شاید فرق کنه، با دیفالت شما چون فرقی نداره. پیس کیپر گانه اولیه به حساب میاد، مختارم بد میذارمش دیگه. آیرون سایت نداره دیگه، نداره آیرون سایت واقعا. CBR4 در رتبه متوسط قرار میگیره، گانه در کل خوبیه، برای مولتی خیلی خوبه. 117 رایگان، این 117 رایگان به نظرم خیلی گان خوبیه، در رتبه متوسط قرار میگیره. گانی دیگه مونده یه دونه FFAR مونده که FFAR متیک به نظر من میتونه یا در رتبه متوسط یا خوب میتونه باشه، بین این دو تا رتبه میتونه باشه که حالا جلوتر مشخص میشه که تو کدوم رتبه میتونه کاملا باشه. جک 12 گان متیک خوبیه ولی در حد این نیست که تو بخش خوب باشه، ولی FFAR تو بخش خوب واقعا میتونه بهتر باشه. EM2 واقعا متوسطه به نظر من. هولگر گان خوبیه، همه تیکار میخوره ولی آیرون سایت نداره. این هم جز گانه اولیه است و بخاطر همین رتبه متوسط رو به خودش اختصاص میده، ماننده EM2 در رتبه متوسط میمونه. هولگر
گان بعدی کریک 6 میتونه در رتبه دستم خدای بود. کریک 6 میتونه در رتبه متوسط باشه. به نظر من واقعا متوسط حقشه. گان خوبیه در کل. فنک جز گان اولی است، بازم میگم بخاطر همین متوسطه. خب و بی 5 گان فوق‌العاده خوبیه، بخاطر همین در رتبه خوب قرار میگیره و واقعا هم حقشه. فایر ریت بالایی داره، گان خوبیه، سلاتیرش خوبه، قیافش هم خوبه، آزمونستش هم فوق‌العاده است. گان بعدی تایپ 19 متیکه. تایپ 19 متیک که دیگه نگم دیگه، تا هر چی بخوای این گان میتونه داشته باشه و عملکرد خوب رو داره در گان متیک. سویچ بلید X9 سویچ بلید گان خوبیه. بین متیکا گان واقعا خوبیه. XM4 که تازه به کار اضافه شده، XM4 متیک رتبه خوب رو میگیره، واقعا گان خوبیه ولی میتونه بهتر هم باشه. CX9 هم میشه گفت متوسطه دیگه، فقط به درد مولتی میخوره بیشتر، وقتی که 20 داره USS9 اینم به درد مولتی بیشتر میخوره، تو بطل زیاد خوب نیست و هم متوسطه. گراو گان خیلی خوبیه، این بین اسرار رایفل واقعا خیلی خوبیه و از رتبه خوب رو میگیره. و 2 تا گان میمونن که یکیش DLQ متیکه که به نظر من هیچ حرفی توش نمیتونه بمونه. DLQ متیک هم تو که دارید میبینید واقعا گان زیبا و خوبی و گردنش هم واقعا همه چیش میارزه. و آیتم بعدی 117 متیک گریمندینگه که اینم واقعا همه چیش میارزه و هم 117 و هم DLQ در رتبه دیگه اصلا بنازم دیگه در این رتبه قرار گرفتن. حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید چون آخرش من همین جدولی که براشون درست کردم و کاملا قرار دمت گرم. لطفا لایکش کن، این ویدیو رو حمایت کن و اینم از این جدول من حمایت کنید. من تازه کارم.